خوب به این ویدیو نگاه کن. اولین مؤلفه برای برش درست کوتیکول تیز بودن قیچیه. یه قیچی تیز به راحتی بافت رو برش میزنه، اما یه قیچی کند نمیتونه کارش رو درست انجام بده. برش‌های دقیق یه قیچی تیز و برش‌های یک قیچی کند. اشتباه دوم برای زمانی هست که با پوشرت به درستی کوتیکول رو پوش نمی‌کنی، چون در این صورت تیغه‌های قیچی برای انجام درست وظیفه‌شون نمیتونن به راحتی زیر کوتیکول جاگیری کنن. بنابراین باید به درستی این کار رو انجام بدی. برای این کار باید تا 1 میل عمیق‌تر از خط برش رو باز کرده باشی. خوب به نوک پوشرم زیر پوست دقت کن. حالا دیگه تیغه‌ها میتونن به درستی کار خودشون رو انجام بدن. اشتباه سوم، فرض کن این خط مشی خط برش ماست. هر برش باید در امتداد برش قبلی باشه. اگر فرض کنیم که این برش اوله، برای برش دوم نباید دستمون رو عقب بکشیم و یا جلوتر ببریم، چون در این صورت با چنین صحنه‌ای مواجه میشیم. در این صورت مجبور میشی تیکه‌ای که باقی مونده رو ببری و بعد این اتفاق میفته. اشتباه چهارم، یادت باشه ما با یک خط منحنی طرف هستیم، نه یک خط صاف. برای برش یک خط صاف تو میتونی از برش‌های بلند استفاده کنی، اما برای برش یک خط منحنی نمیتونی این کار رو انجام بدی، چون در این صورت بلکه باید این کار رو با برش‌های کوتاه انجام بدی. چه نکاتی بهت گفتم. به به، اینم نتیجهش. سیو کن و بفرست برای ناخونکارت یا هر کسی که بهش نیاز داره.